قانون ششم، برداشت و ریفاند حساب. وقتی شما به سود رسیدید، 80% سود برای شماست و در اولین برداشت هزینه چالش به حسابتون واریز میشه. یه خبر خوب برات دارم. اگر ریسک شناور 1% رو رعایت کنی، 85% سود و با 4 بار برداشت 90% سود برای شما میشه. برای برداشت اولین سود باید 20 روز از تاریخ اخذ حساب ریلتون بگذره و حداقل 7 روز معاملاتی داشته باشید و بعد از اون میتونید هر 14 روز درخواست برداشتتون رو ثبت کنید. یادتون باشه که حداقل برداشت $30 و باید به تایید کارشناسه ما برسه و حتما تیکت برداشت رو ثبت کنید و بعد از اون هیچ ترید دیگه‌ای روی حساب نزنید. تسویه حساب به صورت تتری انجام میشه و باید ولتتون رو توی سایت ثبت کنید و اونو از طریق ایمیلی که باهاش ثبت نام کردید تأیید کنید.